بله جابر. السلام علیکم استاد. علیکم السلام. استاد خوبه انشالله. الحمدلله. استاد سوال داشتم. سوال منطقی بگم استاد برای همه مردم ایده همین درباره توحید عقیده توحید که می‌زدن کم در استاد نفهمیدن. این روزا مردم ما اوتی گپا در شرکیات و کفریات بسیار قرار دارنده، یا از نادانی باشد یا نمیدونم استاد. بسیار گپای میگن که خودشون نمیدونن که بعضی‌هاش به فکرم کافر هم شونده. بله. گپای کفریات بسیار دارن. آدم‌هایی که نمازخوان هستند از آنها نواقض الاسلام صادر میشد. نواقض الاسلام شکننده های اسلام، شکننده های طهارت های. اگر فلان فلان کارهای کنید طهارتتان میشکند. یعنی طهارتی که حالا در دست دارید از بین رفت. باید طهارت کردن کردی به دست میبیاد، لیکن این شکننده های اسلام آدم از دین اسلام بیرون میکند. از دین اسلام بیرون یعنی کافر میشد کسی که از وی شکننده های اسلام صادر میشد. ما کتابی اصول اعتقاد داریم با زبان ساده برای مردم نوشته در سایت گذاشتگی هم چاپ هم کرده تقسیم هم کردیم برای مهاجرها. همین کتاب بنده نواقض الاسلام ذکر کردیم، شکننده های اسلام و عقیده مهم، یعنی همین آدم عامی اقل همین قدر دانستنش در کار. بعضی علما میگن که آدم عادی عامی اقلا حدیث جبریل دانستنش در کار. حدیث جبریل من 5 ساعت شرح دادگیم در شبکه بیان است. حدیث جبریل ما حدیثی که جبریل میبیان در صورت یا آدمی سر و لباسش سفید خوشرو از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوالهای دینی میدن. ایمان چیست؟ اسلام چیست؟ قیامت کی میشود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوالاش جواب میده. حدیثی دراز است. اقل همین حدیث دانستنش در کار آدمی عامی. اونجا ایمان چیست کن؟ ایمان این است که ایمان بیاری به الله تعالی، به فرشته ها، به کتاب های الله تعالی، به روز، به پیغمبرها، به کتاب های الله تعالی، به روز قیامت، به تقدیر نیکی و بدی. اینا اصول ایمان است. 6 رکن است ایمان. و غیر از این دیگر مسئله های اصول اعتقاد است. نام کتاب ما هم اصول اعتقاد است. یا بار برورتون اصول اعتقاد هر یک آدمی که مثلا سوادی کلان ندارد، کارگر است، مشغول است به امور دنیا، اقل همین کتابا باید خواند. یک نشست بخوانده میشد 30 دقیقه و همون اعتقاد کند. و کسی که با همین اعتقاد الله تعالی و آخرت، الله تعالی از وی راضی میشد ان شاء الله. بنابراین کتاب خوانتون، به همسراتون، به فرزنداتون تعلیم تیتون. غیر از این درسای عقیده به تفصیل، مثلا کتاب ایمان ما پر رو تمام کردیم از شرح صحیح بخاری. زیاد از 50 حدیث آیید ایمان و 10 آیت و اقوال علمای اهل سنت و الجماعت آیید ایمان در کتاب ایمان شرح صحیح بخاری. همین گونه کتاب عقیده طحاوی هست. 5 درس اولش پر درباره توحید است، گیرید گوش کنید. عقیده واسطیه هست در شبکه بیان 27 ساعت، گیرید گوش کنید. همین اینا درس عقیده و توحید است و این درس های در بینش من آزم حدیثی ذکر کرده که ما توحیدش ذکر کرده گذاشتیم. بله. بله استاد، از شما الله راضی باشد. ما شما را هدایت کرد. از برادرها خواهش کردم میشود که همین ویدیو را اگر تانند کوتاه کرده برند در اینستاگرام اونا که این مرتبه ما گفتی گپا چی میگن وقت ندارن یا به چی ان این ویدیوهای دور دراز تماشا کردن نمیتونن. بعد این کتاب اصول اعتقاد با برای آدمایی که خوندن به وقتشان یا چشمشان نمیگذرد، برای آنها با اودیو کتاب هم کردیم. اودیو شاید یعنی گوش میکنید کتابه. این مرحمت با چی کار کنیم؟ همین اصول اعتقاد 4 مراتب نشر شد. گیریتان خانتان همه مسئله های عقیده، توحید، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، شرک، میثاق، تقدیر، فرشته، پیغمبرها، حضرت محمد علیه السلام، قرآن، نام های الله تعالی، صفات های الله تعالی، شرک چیست، گناه عظیم چیست، کفر چیست،
همش بیان شده است برادران. بله تلگرام کانال دارایتون سیلکه موندن برادران، کتاب موندن گیریتون خونتون هر سحر در سر و دسترخوان یک جملهش خوانید برای فرزنداتون، یا به نوبت خوند. مثلا فرزندی کلانتون خوان دویمش خوند، سیمش خوند، نفهمیده که جوش شرح دید، حتما برای خودتون چی کنید؟ سری دسترخوان شدید همین کتاب بگیریتون خوانتون یک باب. بله اگر آدم به نزد الله تعالی مسلمان وفات کند، امید از الله تعالی کلان است، امید از الله تعالی کلان است و الله تعالی کریم است، رحیم است. لیکن اگر آدم کافر مرد در دنیا، به یگان عملی صالح فایده نمیکنه. بنابراین اصل دینداری این اعتقاد سالم داشتن. کسی که الله تعالی واخورد، با الله تعالی کسی یا چیزی رو شریک نآورده واخورد، با عقیده سالم واخورد، الله تعالی بر عوض گناههایش مغفرت میدهد. یک زمین ای بنده، ای بچه آدم، اگر یک زمین گناه کرده مرا واخوری، لیکن مرا واخوری به من کسی را شریک نآورده باشی، یک زمین مغفرت میدهم. این دلالت به مهم بودن عقیده میکنه. بله یک کانال دیگر است نامش عقیده. فقط صحبت هایی که درباره عقیده ما گپ زدگیم جدا کرده موندگی است، با باب ها تقسیم کرده. پلیلیستش هم پلیلیستی من دادگیم، از پلیلیستی ما گرفتگی است. پلیلیستش ببینید، بسیار ترتیب عالی ترین در دنیا، با باوری کامل گفته میتونم من این کانال عقیده نامش دارید. چیش انا من از پلیلیستش به شما خونده میتیم. پلیلیستش من خودم ترتیب داده فرستادم به اون تشکیل کنندش. خب من یکمش سرچشمه علم و دین. سرچشمه علم و دین ما از کجا میگیریم؟ عقیده رو از کجا میگیریم؟ دلیل از کجا باشه؟ دوم مثلا توحید، یعنی ایمان آوردن به الله تعالی، الله تعالی رو یگانه پرستش کردن. مسئله ایمان، بعد از اون فرشته ها، بعد از اون کتاب های آسمانی، بعد از اون قرآن کریم و علوم عام، یعنی کتاب آسمانی و بزرگترین کتاب آسمانی، رسولان و پیغمبران، ایمان آوردن به پیغمبران. بعد از اون حضرت محمد علیه السلام خاصتا ایمان آوردن به جناب رسول الله، یعنی محمد رسول الله. بعد از اون ایمان به آخرت، جنت و دوزخ، تقدیر نیکی و بدی، صحابه ها، عالم جن و شیطان ها، ادیان و فرقه ها و حزب ها، دین های بیگانه، دیگر دین ها، بت پرستی از یهودیت است، نصرانیت است، درباره دین ها و درباره فرقه ها، گروه ها، اینچون شرک و کفر و نفاق. من یک پلیلیستی علاهیده شکننده های اسلام با علاهیده آورده برای اهمیتش. بعد از آن بدعت و خرافات، کدام کارها در دین شریعت ما نیست، دای پیدا شده و پیدا کرده بعضی آدم. بعد از آن آخرین پلیلیستش مسائل گوناگون دایره اعتقادی. بعضی مسائل هایی که به علاهیده پلیلیست کرده نمیشد، مسائل های معیده هست، مانند میثاق، مانند مس کشیدن به محسی. این مسائل های در یک باب علاهیده مسائل گوناگون دایره اعتقاد آورده. این کسی مثلا خواهد پور همین گوش کرده تمام کند اول، با این روز به روز نو پرتافته ایستاده است. من خودی در پلیلیستی توحید 143 نوار جای داده است. در کتاب در مسئله ایمانش 36 حدیث، حالی موندگش پر میکنه، نو شده از کانال. بله